مثلا خانه زن، اگر از زن مثلا خانه داشته باشه یا زمین داشته باشه، شوهر میگه دیگه مالک از این هستم دیگه، خلاص دم خانه یک بغل خود انداخته. در ترکیه ما رفتیم، یک آدم خوب مسلمان دیندار بود، در خانهش رفتیم، ما را میمان کرد، بسیار آدم بی تکلف بود، بسیار آدم خوب بود. رفتیم در یک منطقه خانه شخصی ازی بودیم، خانهش که ما رفتیم برای ما پیش در خانه برای گفت ببینید استادان، من شما را در خانه میمان میکنم و شما را که من در خانه میمان کنم نزدیک چاشتام است، شما خودتان چون میمان هستین نان دارین، در هتل از نان مکر لوکستر دارین، حالا من چی کلانکاری کنم؟ من میبرم براتون یک چای میتونم، بازم نان قانونی تونه برین بخورین، من کلانکاری نمیکنم. و راستی برد ما رو یک چای داد، در خانهش کشیدیم. یعنی او تا آدم دیندار بود، یعنی بعض انسان هست که تو دیانتش تو معلوم میشه کتش که بیشین از هر لحظه اعمال ازی و از افعال ازی و از حرکاتش یک درس میگیریم. وقتی که در خانهش رفتیم گفتیم خب این خانه از خودت است؟ گفت نه این خانه از خانمم است، من برای خانمم کرا میدم. برای من تعجب پیدا شد که برای خانمت چطور کرا میدی؟ ما خود در افغانستان وقتی که زن خانه داشت یا مال داشت، شوهرش کتش که نکاح کرده که او بته یا نته دستاش تب داده و بزور از پیشش میگیره. بعضی خانم هاست که مثلا خانمش معلم است، شوهرش از دستش هم تاو میته، پیسر از پیشش میگیره، یک قرانم برش نمیمونه دیگه. گفت نه، گفت الله در قرآن میگه که للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. برای مردها نصیب است آنچه که اونا کسب کردن. پس مرد وقتی که کسب کرده اونمو حق از او هست. وللنساء نصیب مما اکتسبن، و بر زنها حق است آنچه را که کسب کردن. اینمی خانم ما برش اینمی خانه حق رسیده، اینمی در میراثش برش رسیده بود. من اینمی خانه را گرفتم چند سال پیش، تیار کردیم 10 سال پیش یا 7 سال پیش یا 8 سال پیش، رنگ مالی کردیم، جور کردیم. و اگر این هر کس کرا میداد، این مثلا برش $200 را کرا میگیره. من خانم ما گفتم که خیر سبیل برای من $200 کرا بده. حالا من خانمانه برای خانمم چی میتونم؟ کرا میتونم. چرا؟ منزل خانم خود سر مه هست، الله سر مه امر کرده که برای خانم چی بگی؟ خانم مسکن بگی و نفقیش و لباسش سر مه هست. پس من برای خانمم کرا میتونم مانه. خانمم از اینمی کرای خانه خود غنی هست، خودش قربانی میکنه، خودش عمره میره، خودش حج میره، پیسه خود جمع میکنه، خودش مثلا لباس برای خود میخره، خودش برای خود دوا میخره، خودش مثلا کرای خود میده، هیچ وقت به من محتاج نیست. چرا الله برای من گفته که اینمی مالک مال خود است. پس خانم ما هیچ مشکل نداره، ما برازی کرا میده. اینال در افغانستان هم بسیار شیخ هایی که دیندار است میگه قبول میکنه که خانه داشته باشه، از خانمش باز بخیز، اول خوره بیادرش نمیتیش، باز اگه بیادرش داد باز شوهرش اجدار واردی از پیشش میخوره. اینال حکم الله، اگه تو مسلمان هستی خب حکم الله را باید این قسمت تطبیق بکنی. حالا ما تعجب کردیم که والا راستی تو مسلمان خوب است.